دار و مدار تمام تغییرها و تحولات رو الله سبحانه و تعالی بر اعمال درون ما گذاشته. کامیابی و ناکامی، خوشی و ناخوشی، حیات طیبه یا معیشتا ضنکا که در قرآن از او یاد شده، همه اینها رو انسان باید در عالم درون خودش جستجو بکنه. قدم اول همه تغییرها و تحولات عالم از اعمال درونی ما رقم میخوره و این که ما منتظر هستیم تا دنیا متحول بشه، دنیا متغیر بشه و معادلات عالم به نفع ما رقم بخوره. اقتصاد عالم، سیاست عالم، افکار عالم، قلوب عالم، همه به نفع ما و به سمت و سوی ما سوق پیدا بکنن، اما خودمون حاضر نیستیم تغییر بکنیم. این خودش یک اشتباه بسیار فاحش و بزرگ است. هر زمان در دنیا تغییری آمد و تحولی آمد، ابتدای او و قدم اول او از تغییر خود این انسان بود. وقتی عالم درون ما تغییر کرد، دنیا تغییر کرد. مکه مکرمه و مدینه منوره یک نقطه کور در جغرافیای عالم بود. چه شد که این منطقه مثل یک خورشید فروزان شد که هدایت رو به تمام عالم پخش و نشر کرد؟ چه شد که همین افرادی که یک زمان به لحاظ اجتماعی و به لحاظ تقسیمات جغرافیایی نام و نشانی از اینها نبود، اینها سیاست گزاران بزرگ جهان شدند و معادلات سیاسی و اقتصادی عالم رو به نفع خودشون رقم زدند. کسانی که در اوج قساوت ها بودند و یک مرتبه اینها در رأس تمام مسائل جهانی قرار گرفتند و تمام ابرقدرت های اون زمان، کسراها و قیصرها، از اینها مرعوب شدند و از اینها متأثر شدند و اینها مسیر زندگی و جریان زندگی زمان رو عوض کردند اون سمت و سویی که مقصد آفرینش هست، اونها رو کشوندند. این چیزی که این قوم رو عزیز کرد و محترم کرد و در رأس همه مسائل اون زمان قرار داد چی بود؟ سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه که عهد فروغی به عنوان طلایی ترین و درخشنده ترین برهه تاریخی برای ما مسلمان ها هست، این چیز رو با کلماتی بسیار ساده بیان میکنه. کنا قوم عدل، ما قوم بسیار عقب مونده و پستی بودیم در گذشته قبل از اسلام. فعزنا الله بالاسلام، از زمانی که اسلام عملا در وجود ما پیاده شد، الله ما رو عزیز کرد، الله ما رو محترم کرد. وقتی ما تغییر کردیم و ما ادخلوا فی السلم کافه به تمام معنا در دین داخل شدیم، الله سبحانه و تعالی ما رو به عنوان یک عامل تغییر دهنده در معادلات عالم قرار داد و خود سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند کسی که عزت رو به غیر از اسلام در چیز دیگری جستجو بکنه، الله او رو ذلیل میکنه.